قبل از آغاز همایش علمی مسئولین روزنامه خطلان ابراز داشتند که واژه وحدت برای ملت ما برابر به ارزش‌های استقلالیت دولتی و زبان مادری معتبر و مقدس است، یعنی کفالت موجودیت و پایداری و بقای هر یک ملت در یگانگی و وحدت ملی میباشد. هر یک انسانی که درباره وحدت اندیشه میکند، درباره وحدت حکایت میکند، درباره وحدت روایت میکند، ای بهترین انسان است. زیرا با تکرار میگویم که وحدت اساس زندگی، آسایش همه کار و رشد و پیشرفت جامعه میباشد. در ادامه دیگر برآمدکنندگان اوید به تاریخ این صحنه مهم و پایداری آن سخن گفته قید داشتند که وحدت ملی یکی از دستاوردهای بزرگ زمان صاحب استقلالی محسوب یافته برای گسترش همکاری‌ها، رشد و پیشرفت کشور، تشکیل جایهای نو کاری، ترغیب ارزش‌های ملی، رونق بخشیدن به کارهای آبادانی و بنیادکاری، تقویت فعالیت در سمت‌های افضلیت‌ناک جامعه، بلند برداشتن مقام زن در جامعه، حمایت مرز و بوم کشور سهمی باسزا گذاشت. با تشبث اداره روزنامه خطلان در یکجایگی با کتابخانه ولایتی بخشیده به روز وحدت ملی یک کنفرانسیا تحت عنوان وحدت بقای ملت و همچنین مراسم رونمایی کتاب‌های تازه نشر اداره روزنامه خطلان که طول یک سال روی نشر آمده بود رونمایی کرده شد. 4 کتابی که محض با تشبث هیئت کارمندان ایجادی روزنامه به نشر رسانده شد اینجا رونمایی کرده شد. در انجام این واخوری به یک قطار سابقه‌داران مطبوعات برای همکاری و سهم گذاشتن در رشد وسایط اخبار عامه ولایت با تحفه‌ها قدردانی گردیدند. سمندرشاه اسکندری سعید، شهر باختر، اخبار.